تو رسول الله را قبول داری؟ رسول الله را قبول داری؟ با کدام پیغمبر تو تابعدار هستی؟ به الله قسم ای علما باز براتون میگم ای ملت در این تاریکی شما گذاشته که امروز صراحتا از حدیث پیغمبر سرپیچی میکنه از دست تو، که تو مقام و منزلت رسول الله را برش بیان نکردی، مقام و منزلت امام ابو حنیفه را رحمه الله را برش بیان کرده رایستی، او را در سرایا بالا کردی. در سرایا خوی رسول الله را منزلتش برش نگفتی که قول رسول الله چه اهمیت داره. حالی ما کدامش عملی کنم شما بگوی؟ قول خلاصه که از امام ابو حنیفه هم نیست رحمه الله، کسی ثابت نمیتونه که این قول امام ابو حنیفه رحمه الله. یک نفر ملا خود حنفی گفته در اونجا نوشته کرده بی سند بی دلیل، نه عملی صحابی را نقل میکنه نه قول رسول الله را، نه فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم. کل مسجدها که بره الله اکبر که میگه انگشتا قاط کردگی به پره طرف کلش بره فیلم پوری کنه، تصویر برداره، بگو من دستی و علما امیر ثابت کنه که رسول الله امیر رقم دستا را بالا کرده، پیغمبر دستا را کف دست طرف قبله کرده، انگشتا را راست کرده، خیلی با هم گشاده نه، با هم چسبیده نه، در حالت عادی، تا سینه را تا شانه را تا زیر گوش تا سر گوش تا اینجا در نرمی گوش چسبانده در کجا آمده؟ بله امام ابو حنیفه رحمه الله گفته ما عمل رسول الله را تعقیب کنم یا گفتار امام ابو حنیفه رحمه الله؟ تشریح نماز رسول الله میکنه امام ابو حنیفه رحمه الله میکنه، لیکن ما در بازار کتاب میخریم نمازی حنفی. چرا نمازی رسول الله صلی الله علیه وسلم نباشه؟ نمازی محمدی نباشه؟ چرا نباشه؟ چرا با این نسبتی خود تو چرا؟ آیا امام ابو حنیفه رحمه الله را کدام پیغمبری دیگه معرفی میکنی به مردم؟ روش نماز کتاب از 40 روپه به 60 یا 50 روپه از شیخ البانی الله غریق رحمت کنه شه، خب مقدمه داره او را بخوانی، امی اقوالی که مولی براتون میگم امونجا گفته، امی اقوال امام را. خیر امام ابو حنیفه رحمه الله برم گفت که وقتی صحیح حدیث ثابت شده مو مسلک هم است، باز می فرماید لا يحل لأحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم من اين اخذناه. برای هیچ کس جایز نیست که قول ما را بگیره سند برای خود جور کنه تا وقتی که علم برش حاصل نشده که ما از کجا گرفتیم. این سخنهای کیست؟ امام ابو حنیفه رحمه الله. برای کسی جایز نیست که قول ما را بگیره تا وقتی که علم برش حاصل نشده که از کجا گرفتیم، آیا از قرآن و حدیث گرفتیم یا رأی و اجتهاد و فکر خودم است؟ کدامش است؟ دیگه جای می فرمه حرام علی من لم یعرف دلیلی، حرام است بالای کسی که نشناسه دلیلی مرا ایفتی به کلامی که به سخن ما فتوا بده. من می علمای احناف میگم، تنها علمای احناف نه، علمای مالکی را، علمای شافعی را، علمای حنبلی را، هر کس که خود منسوب به یک مسلک و مذهب میکنه که آیا اماما براتون گفته که سخن ما را به مردم فتوا بدی، یعنی که گفته سخن ما را حتما پیش کنی به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ کدامش پیش کنی؟ کدامش گفته؟ امام ابو حنیفه رحمه الله شاگرد بزرگش، کسی که یقینا بزرگترین شاگرد و علم امام ابو حنیفه رحمه الله را نشر کرد، ابو یوسف است و پشت سرش محمد رحمت الله علیهما. اصل نام از یعقوب است. گفت یا یعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني، نوشته نکو تمام اون چیزایی را که تو از من شنیده رایستی، کلش نوشته نکو. چرا؟ به خاطر که اینی ارى اليوم الرأی، امروز ما یک رأی را میبینم، ثم ارجع عنه، بعد از او رجوع میکنم غدا صبح. رأی است، دلیل برم ثابت میشه از او، پس رجوع میکنم، کلی گپا را نوشته نکنم. در یک جای دیگه میگه و این قول تقریبا مشترک است، در اذا صح الحدیث فهو مذهبی امام شافعی رحمه الله هم قولش است. در دیگه جای میگه
امام ابو حنیفه رحمه الله اذا قلت قولا يخالف کتاب الله و خبر رسول صلی الله علیه و سلم، زمانی که یک سخن ما گفتم که مخالف کتاب الله و خبری کی بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، چی بکنه؟ فترکوها، بگذاره. فترکوها، قول بر قطعا بگذاره. این اقوال زرین و طلایی کی بود؟ امام ابو حنیفه رحمه الله. امروز حدیث تدوین شده. محدثین کرام بعد از وفات ائمه مجتهدین و بزرگای دین سفرها را شروع کرد. امام بخاری از سمرقند است، اما در منطقه حجاز یک مملکت نگذاشته، تا بغداد رفته، تا مصر رفته، تا حجاز رفته، تا مدینه و مکه رفته. احادیث رسول الله را جمع کرده و اینطور جمع کردن یادی هم نکرده. زمانی که راوی را شمار میکنه کی ازی آنقدر سخت شرایط داره که حدیثی هر کس نمیگیره. زمانی که شرایط امام بخاری رحمه الله پوره نشوه و حدیث در کتاب خود درج نمیکنه، علیو حدیث رسول الله مکمل در کتاب تدوین شد. الله علمای امت اجر جزیل نصیب بکنه. محنت کردن، وقت خود وقف کردن، پشت دنیا ندویدن، پشت پاچایی ندویدن، پشت منصب ندویدن، عرق ریزی کردن. هر کدام 15-16 سال محنت کشیده، حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع کرده، تدوین شده در کتاب حدیث. امروز چرا ما مخالفت بکنم؟ زمانی که یک حدیث صحیح برام بیایه و بازم ما بگویم بله در حدیث خو هست، در مذهب ما، مذهب تو مخالف حدیث است. امام ابو حنیفه رحمه الله چطور فکر میکنی که مخالف سنت رسول الله عمل میکرد؟ ما یقین دارم که ائمه مجتهدین هیچ کدامشان قصدن خلاف ورزی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نکرده. بله حدیث برش نرسیده، اجتهاد کرده، اگر به حق رسیده الله چند اجر داده برش، اگر خطا شده چند اجر داده. زمانی که ما بگویم که امام ابو حنیفه رحمه الله خطا شده، معنای سخن ما چی است؟ که امام ابو حنیفه الله یک اجر داده. ولی فهمید؟ امام شافعی رحمه الله میگه اذا وجدتم، زمانی که شما یافته، فی کتابی، در کتاب ما. امام شافعی رحمه الله یقینا اول کسی از کتاب نوشته کرده، کتاب الام. چی را یافته در کتاب ما؟ خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، خلاف طریقه رسول الله، فقولوا بسنت رسول الله. شما بیان به سنت کی بکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. در یک روایت میاد فتبعوها، سنت رسول الله را تابعداری کنه، و ترکو چیست؟ ولا تلتفتوا الى قولی یا الى کتابی، بلکه در دیگر روایت میگه الى قول احد، بس سخن هیچ کسم التفات و نظر نکنه. این قول امام شافعی رحمه الله است. انس ابن مالک رحمه الله می فرماید و قولش انما انا بشر اخطئ و اصیب، ما یک شخصی هستم، انسان هستم، هم خطا میشم و هم چی میشم؟ به ثواب میرسم، گپم گوی وقت خوب میشه. فکل ما وافق الکتاب و السنت، پس هر سخنی که موافق کتاب الله و سنت رسول الله باشه فخذوه را بگیرید. و کل ما خالف الکتاب و سنت، هر سخن ما که مخالف کتاب الله و سنت رسول الله باشه فترکوه، او را بگذارید. دیگه قولش ببینید. امام مالک رحمه الله میگه معطا را نوشته کرده کتاب حدیثه، خب موقع هم است، اگر پشت نام و نشان و شهرت میگشت، مامون رشید برش میگه پاچاست، خلافت عباسی است، افغانستان و پاکستان و ایران و مصر و شام و اما خطه ها در زیر فرمانش است. کتاب معطا امام مالک رحمه الله، مجموعه احادیثی که خود امام مالک رحمه الله روایت کرده او نوشته شده، از پیشش مطالبه میکنه که کتاب تو را در کل خطه که تحت تسلط ماست مرجع قضا و فیصله قرار میدم. ما باشم میگم تال نده. امروز که یک کسی بیا که مولوی متوکل مدرسه قرآن و حدیث اینی طور میکنم، ما میگم یک دقیقه تال نده.
شهرت طلبی خونه نبود. امام مالک رحمه الله میگه کلا قطعا نه. چرا؟ ما سخنی را گفتیم که مردم خلافی از او عمل دارن. چرا؟ به خاطر یک دلیلی که پیششان است، اما او دلیل به من نرسیده. ما در او دلیل پس مانده استم، او مردم سرش عمل کرده. چطور شوه که مردمی که به یک دلیل پیششان است سرش عمل کرده و برگردن موافق سخن ما عمل بکنه؟ ما خود تبا میشم. گپی پاچا را رد میکنه. دیگه جای چی میگه امی امام مالک؟ ليس احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا ويؤخذ قوله ويؤخذ من قوله ويترك. پس از رسول الله صلی الله علیه وسلم اینطور کسی نیست که از قولش هم گرفته شود هم ترک شود، بجز از کی؟ بگوی الا صاحب هذا القبر، بجز از صاحب قبر. احمد ابن حنبل رحمه الله می فرماید لا تقلدنی، تقلید مرا نکن، ولا تقلد مالکا ولا تقلد الشافعیه ولا الاوزاعیه ولا الثوریه، خذ من حیث اخذو. تو تقلید مرم نکو، ازوارم نکو، دنبال روی مردم نشو. الله برات بصیرت داده، اتباع بکو، روی دلیل حرکت بکو. دیگه از او جایی که وا گرفتن، از کدام جایی که سند گرفتن از او جاتون بگی. این توصیه احمد ابن حنبل رحمت الله علیه است. شما شنیدی اقوال زرین و طلایی امامای بزرگای ما را که سلف ماست که وا تاکید و تمرکزشان برای تابعداری کیست؟ کتاب الله و سنت رسول الله. با کدام منهج؟ با کدام منهج؟ منهج صحابه. کسی سوال میکنه ولا هیچ کس علمش به علم احمد ابن حنبل رحمه الله نمیرسه، از او خاطر از او تابعداری میکنه. دیگهش میگه هیچ کس علمش به علم امام ابو حنیفه رحمه الله نمیرسه. امروز خدا اوساط مردم ما عقیده مردمی طور است که امام ابو حنیفه رحمه الله یک سخنش هم خطا نشده، همینطور عقیده را داره. دانشمندای طور عقیده را داره. اوساط عوام خود چی میکنه؟ خب ما میگیم یک روز یک عالم قطمه همینطور بحثا داشت، برای ما میگه علم امام ابو حنیفه رحمه الله خبر داری؟ امام شافعی رحمه الله در مورد علم از او چی گفته؟ که خلق عیال ابی حنیفه رحمه الله است. من گفتم شکی در این نیست که الله عالم پیدا کرد. همین دلیل علمیتش است که یک تعداد مردم اقوال از او را برای خود سند گرفته و دنبالش روان است. اما من یک سوال از تو میکنم، اگر گپ به تقوا، به امانتداری، به فداکاری، به علم باشه، از تو سوال دارم که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم افضل ترین امت کدام شخص است؟ این موضوع عقیده ماست. موضوع کیست؟ عقیده ماست. بعد از رسول الله افضل ترین امت کیست؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه. سعی کنی به دوستای ما آنقدر محبت با این دو صحابی داره که حتی حالی در زبان گفتن نمیتونه که بگه که خطا شد، که من بادا من بیادبی نشم، من بادا من خطا نشم. همین قدر عقیده داریم، لیکن خطا شده. چرا خطا شده؟ معصوم غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه کسی است؟ نیست، قطعا نیست. ابو بکر رضی الله خطا میشه. جنگ بدر است، مشرکین مکه با جوش و خروشی که آمده بودن، صحابه که به خاطر کمین زدن یک قافله تجارتی بدون کدام اسلحه مجهز، بدون کدام تیاری و آمادگی، با تعداد خیلی کم برآمده بود. الله خواسته بود که امی گروپی کم در مقابل یک لشکری که با جوش نجات قافله تجارتی خود با اسلحه مجهز برآمده باشه، باور رو برو شوه. اولین معرکه اسلام است. باید مردمی که بعد از این اگر میمیره به دلیل بمیره. من یحیا، اگر کسی زنده میشه به بینه زنده شوه، اگر میمیره به بینه بمیره. به مو خاطر الله متعالی گروپا را به هم میچسبانه. الله نصرت و پیروزی را نصیب مسلمانان میکنه. 313 نفر یا 317 نفر در مقابل 1000 نفر میجنگه. 70 کلانا و صنادید قریش و مکه مردار میشه، 70 دیگه اسیر میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم مشوره میگیره.
مشوره اول از ابوبکر رضی الله عنه است. در مورد اسیرا چی فیصله؟ ابوبکر رضی الله عنه وزره تحلیل میکنه، ارزیابی میکنه، خودم میبینه که در تنگنای اقتصاد قرار داریم، خودی ما بوج بالای انصار هستیم، بار گرنگ سری انصار هستیم و از پیش ما به تکلیف هستند. هیچ نوع بنی اقتصادی قوی دیگه نه برای خریدن اسلحه و نه برای جور کردن یک مرکز نظامی ما داریم. هیچ چیزام وجود نداره. در ذهنش دیگه گپم میگرده شاید در 70 جوان کدامش مسلمان هم شود. اگر خود مسلمان نشد در اولادش شاید مسلمان پیدا شود. به رسول الله صلی الله علیه و سلم مشوره میده یا رسول الله اگر از یا فدیه بگیریم قتل نشود این خوب است. نکاتی که پیشتر براتان عرض کردم همین نکته ها را در نظر گرفته. ابوبکر رضی الله عنه به این خاطر مشوره چی را داره؟ گرفتن فدیه را. عمر رضی الله عنه اشدهم فی امر الله، از او که مشوره رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیره، میگه یا رسول الله محرکین جنگ قریش جنگی که با تو داره امی مردم است، یا باید سر بریده شود. خود سر هر کس نبره، هر کس قریبش به قریبش بده که سرش ببره. اگر بچه و پدر در اینجا موجود است، بچهش مسلمان است، پدرش کافر گرفتار اسیر شده، در بچهش بده که